حیدری با موضوع دنیای مهاجرت از دیدگاه یک افغان از هرات افغانستان به افتخارشون. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر با گل نشینم گل ز من غمناک می گردد، وگر با غنچه بنشینم گریبان چاک می گردد. به بازار جهان من طالع خود امتحان کردم، به هر کس خاک زر گردد به من زر خاک می گردد. عزیزان و بزرگواران، به اولین همایش دنیای مهاجرت از دیدگاه یک افغان خوش آمدید. حضورتان سبز و مقدمتان گرامی و روانتان خرم و قلبتان مسرور و راهتان آگنده از نور باد. من عزت الله حیدری هستم، یکی از چند میلیون مهاجر افغانی که تروریست میخوانندشان، مهاجرینی که تهپوششان زمین و بالاپوششان آسمان است. از آنجایی که امروز بازار خروج مهاجرین افغان است، میخواهم بیانگر دردها و ناگفته ها باشم. دردها و ناگفته هایی که به امید شنیده شدن و به امید این که دیدگاه ها تغییر کند و واقعیت ها آشکار شود گفته می شود. افغانستان سرزمین خاطر پریشان و مهد دلیران از گذشته های بسیار دور با قد خمیده صلح و صفا را از میان این خاک می جوید و می پوید، و اما غافل از آن که کبوتر سفیدبال صلح بر چنگال صیادان زمان اسیر مانده است و ترنم صلح و آشتی را از منقارش گرفته اند و ملت صلح دوستمان را محتاج اغیار نمودند. و به قول شاعر روزگار آینه را محتاج خاکستر کند. جوانانی که قسمت اعظم عمرشان را صرف قیل و قال مکتب و مدرسه نمودند، اساتید فریخته‌ای که عمری را با استشمام گرد تباشیر هدایتگر نسل نوین سرزمینشان بودند، دکتران و متخصصان و متبحرانی که عمری را مداواگر مردمان سرزمینشان بودند، همچنان انجینیران و مهندسان و حقوقدانان بسیاری بودند که فقط به خاطر همین مشکلات سیاسی و اجتماعی رخت سفر به جانب اماکن اجانب بستند و برخلاف میل و مسلکشان دست به کارهای شاقه زدند و برای کسب لقمه برای خانواده هایشان با آبله کف دست و عرق جبین آستین برزدند و تلاش کردند. و به قول حضرت حافظ ما بدین در نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. مهاجرین اقشار مظلوم و ضعیف یک جامعه است، مردمانی که تمام امید و آرزویشان لقمه گرم و سرپناهی امن است و از دار دنیا هیچ نخواستم. دین را بدانید اگر ما همچون کشورهای جهان اول امنیت و اقتصادی می داشتیم، هرگز به مهاجرت فکر هم نمی کردیم. پس در این وضعیت حساس انتظار می رود که جوامع میزبان با دید عاری از تبعیض و دورنگی به ما نگاه کنند. من به عنوان یک جوان مهاجر افغان دانستم که ترک دیار به نفعمان نبوده و نیست و خانه‌ای که با کلنگ بیگانگان خراب شد هرگز با پیل بیگانگان آباد نمی شود. با امید روزی که در وطنمان صلح و صفا و امنیت و همدیگر پذیری به وجود آید و همه پرندگان مهاجر دوباره به لانه و کاشانه خیش بازگردند و تا جهان باشد خادم کشور و سرزمینشان باشند. تشکر از توجهتان. دنیای سپاس. خیلی ممنون، متشکر آقای عزت الله حیدری. قرار رو بر این گذاشته بودید که تشریف بیارید. من میدونم که تازه 2 روز پیش تصمیم گرفتید که تشریف بیارید و با ویزای ویژه در این مکان حضور پیدا کردید. وعده را کردی به جا، خوش آمدی از راه دور. قصه میگوید به عاشق خنجر مژگان تو
شادمان باشی همیشه. مقدمت مثل بهار شد بهار آرزوهای دلم مهمان تو. خوش آمدی. سپاسگزارم استاد بزرگواریم. دوستان عزیز، نظر خودتون رو راجع به اجرای ایشون با تابلوهای یس و نو هم نشون بدید به ما. بسیار همالی. بار دیگه تشویق کنید جناب آقای عزت الله حیدری را. همه تابلو هم یس بود. خیلی ممنونم.